مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابقه یادتونه میگه که منم داشت های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد اینه که در برنامه پشت پرده برای شما افشا بکنیم که رئیس جمهور جمهوری اسلامی، حالا ایرانش باید فاکتور بگیریم، شیشه میزنه. یعنی برای اولین بار شاید براتون تعجب آور باشه و اینکه میگم میشه، تازه من فکر کنم جنسای بهتری هم میزنه، ولی فکر کنم چون قیمتی شیشه رو داره احتمالاً شیشه رو میزنه. ماجرا هم از این قرار هستش که ایشون با تلاش فراوون تونست یه دانشگاه پیدا کنه که بره داخلش سخنرانی بکنه تو روز دانشجو و رفت توی اون دانشگاه و شروع کرد سخنرانی کردن. البته در محدود سخنرانی‌های خودش آقای رئیسی تونست یه سخنرانی بکنه که توش سوتی نده، اونم این سخنرانیش بود. ببینید. دیدید که یا آقای شکلاتی به من تو بازار، آقا چه کردن با این بیچاره؟ آخه این طریقشه. ماجرا از این قرار بود که توی شهرهای مختلف ایران بیش از 3 ماه هستش که مردم اومدن توی خیابون‌ها و دارن اعتراض میکنن و برای داشتن یک زندگی خوباری میگن باید این آخوندا برن. توی مناطق کردنشین و حالا کردستان علل خصوص و تو سیستان و بلوچستان این حجم اعتراضات بیشتر بود. بنابراین این آقای رئیسی تصمیم گرفت که بره توی کردستان و اونجا یه سخنرانی بکنه، بره تو دل جمعیت، چون خودش رو رئیس جمهور مردمی و اند محبوب میدونست که رفت توی بازار که باید مدال افتخار دایورت کردن یک مسئول رو هم به این خانومه بدیم که اصلا بزرگ کنم به یه ورش هم نبود که آقای رئیسی داره میاد و ایشون رئیسی رو دید. این آقای ببینید واکنشش چیه. کلا این خانومی که همچنان دایورت کرده رو در دیوار اصلا تحویل نمیگیره، اصلا کلا تحویلش نمیگیره. خب ایشون اومد یه شیرینی داد، یه شیرینی تعارف کرد به ایشون و بعد از اونم دوستان زحمت کشیدن و به این آقای گفتن که داداش خشتک تو پرچم میکنیم به کسی که این همه باعث کشتار شده و چنین و چنان و کل سازمان‌های بین‌المللی تحریمش کردن، الان به لطف رئیس جمهور بودن و مسئولیت سیاسیش الان تو خارج از کشور نمیگیرنش، تو برایش شیرینی تعارف میکنی که بعد از اون یه ویدیو ازش اومد بیرون که یه معذرت خواهی کرد از مردم. ببینید. برای حجم گمو وارد نا کانال نا فضای مجازیه و حق ام قرآن من وابسته به هیچ ارگانیک دولتی نیم و دایسه هزار من دولتی نعتیسه مامون. کردی میگه که من وابسته، خب فکر کنم متوجه بشید دیگه خودتون، میگه که من وابسته به هیچ نه حکومتی هم نه وابسته هم به دولت نه چیزهای مختلف، حتی 1000 تومان هم به من کمک نکردن. ناراحت میگم تو متعدد نگم ام اتفاقی یوی پیش هات و بخواه هیچ و نمردی نوگه و من نم کاره هیچ قسمتی بنوه. اگر بو مثل بعیز اول که مدد بلیانی شاگم معذرت خواهی کن و امیدوارم بمبخشن. من کسی بگم با وجود اول که دوگانه کشم اجاره‌ایم چند مختن نتیجه متهم کاریم کدیه و امیدوارم که مردم بمبخشن و تا تمام کردواری معذرت خواهی کنم. خب فکر کنم تقریبا متوجه شده بود دیگه. میگه که این اتفاق برای من یهویی پیش اومد، من اصلا وابسته به کسی نیستم، مغازم اجاره‌ای از مردم کرد و همشهریان معذرت خواهی میکنم و هیچ قصد و نیتی نداشتم و از این نوع صحبت. خب این ماجرای این صاحب مغازه بود که اومد یه شیرینی داد به رئیسی و حالا به اینم میرسیم و اینا. بریم برگردیم دوباره به صحبتاش گوش بدیم، نکته داره. دیدید که یا آقای شکلاتی به من تو بازار، آقا چه کردن با این بیچاره؟ آخه این طریقشه. بعد اونجا یه آقایی میگه فلانی ما این در مغازمون رو میبندیم
کسی فکر نکنه ما به خاطر طرفداری از اونا میکنیم. آخه طرف اومده سر صبح من تهدید کرده اگر نوندی میزنیم این شیشه تو خورد میکنیم، 1 سال من باید زندگی کنم پولی شیشه رو بدم. آفرین، چه نکته جالبی گفت سلطان. این صحبت شما نشان از بیسوادی هم خودته، همون کسایی که بهت پیشنهاد دادن که این صحبت رو بکنی. سلطان شما با این حرفت داری، سلطان که نباید تو بگم، شما با این حرفت داری به مردم میگی که ببینید چه فقر و بدبختی و بیچارگی و فلاکتی براتون آوردم که باید 1 سال کار بکنی که پول شیشه رو در بیاری. شیشه رو متری چند حساب کردی؟ از اون طرف احتمالاً منظورت یه شیشه دیگه است که قیمتشو داری. شما تو مملکت رو برای مردم جوری درست کردید که مردم همچنان دچار فقر و بدبختی و بیچارگی باشن و بتونید روشون مدیریت بکنید و بهشون مسلط باشید. اگر غیر از اینه بفرمایید بگید. میگم اصلا شما نیاز به دشمن و اپوزیسیون ندارید. خودتون با صحبتاتون خودتون رو دیس میکنید. خودتون رو زیر سوال میبرید. اصلا کسی لازم نیست نه به شما فوش بده، نه به شما انتقاد بکنه، نه به شما 6 کلاس سواد دارید، میاد اونجا پشت میکروفون جو میگیرتتون، بقیه هم براتون سوت و کف و دست و هورا میزنن. یه سری رسانه هم زیر تانکی خودتونن که بهشون بودجه و حقوق میدید، اونها میان ازتون تعریف میکنن. همینه دیگه. راستم میگی، اون مردم باید زحمت بکشن. یه پراید آشغالی رو وقتی به مردم میدید 200 میلیون تومان، 250 میلیون تومان، پرایدی که اینجا تو خارج از کشور توف هم نمیکنن روش. بله دیگه، همین هم میشه دیگه. نمیذارید هیچ کسی از خارج از کشور نمیدونم ماشین وارد بکنه و چیزهای مختلف. رسانه ها رو چرا تو ایران سانسور میکنن؟ چرا فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و یوتیوب و سایر شبکه‌های اجتماعی رو سانسور میکنن؟ به خاطر اینکه میخوان مردم عقب مونده باشن، میخوان اینکه نمیخوان مردم دسترسی آزاد به دنیای آزاد داشته باشن، زندگی کشورهای دیگر رو ببینن، امکانات و تفریحات و چیزهای مختلف کشورهای دیگر رو ببینن. به خاطر اینکه میگن که ما آخوندها با این مملکت تاریمون ریدیم تو مملکت، اگه اینا برن کشورهای دیگر ببینن ما دیگه جلو اینا نمیتونیم هم صحبت بکنیم، درس نمیدونم امام و انقلاب اسلام رو بهشون بدیم. میگن بابا شما مملکت داریتونه، از ترس اینکه مردم امکانات بقیه کشورها رو نبینن همه چیز رو فیلتر میکنن، از ترس اینکه مردم با هم متحد بشن همه چیز رو پنهان میکنن و همه چیز رو فیلتر میکنن. بعد اینجا راجع به شیشه صحبت میکنی، احتمالاً شیشه میزنی سلطان که قیمتش هم داری. متری چند حساب کردی این شیشه رو؟ 1 سال بعد طرف کار بکنه مغازه‌ش نه همچین شیشه هم نه، ممکن منظور یکی دیگه بوده باشه، ولی خب عامل و باعث این اتفاقات خود شمایید نه مردم. بعد از چش مردم میبینید او باریکالله، مردم تا میان اعتراض بکنن، تا میان یه حرفی بزنن که یا میکشینشون یا زندانیشون میکنید یا شکنجهشون میکنید یا تهدیدشون میکنید. بارها هم گفتم شما میاد حرف از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای میزنید، یه تفنگ ساچمه بهتون دادن، به صغیر و کبیر رحم نمیکنید، همه رو میزنید. تو همون کردستان که شما داری میگی طرف بوق زده بود با تفنگ زدنش، یه سری فیلم‌ها اومد بیرون دیگه، نمیتونید اینا رو کتمان بکنید که. یه معذرت خواهی هم از مردم نکردید سر همین قضیه مهسا. 1 نفر اومد معذرت خواهی بکنه، 1 نفر تو گشت ارشاد اومد از مردم معذرت خواهی بکنه، 1 نفر عوض شد، بعد یه خبر فیک و دروغ هم دادید بله گشت ارشاد منحل شد. وضعیت یورو دلار هم تو مملکتتون داریم میبینیم. می‌خواستم زاکانی هم بذارم دیگه، کاش وقت میشد. ببینید اصلا اینا چی میگم، زاکانی هم رفته بود روز دانشجو سخنرانی کرده بوده تو دانشگاه، مردم شستن گذاشتنش کنار. بیا ببینید چی میگه. ادم هیلی از اول این ویدیو رو ببینید، دوست دارم اینو ببینید. ایشون کسی بود که کاندیدای پوششی رئیسی بود، هرچند بین بد و بدتر مردم اومدن بدتر رو انتخاب کردن که بدتر رو. ببین چی میگه. یک امر حیاتی است. الان 70% مردم ایران ورزش نمیکنن، یعنی نه ورزش همه چه در این بیاندیشن که این رو ایجاد میکنه که خودشون هستن. کدوم جوانان رو آقای همتی راجبشون داره صحبت میکنه. بعدم خیلی شیک میان میگن که این 5 تا یکی ان. آقای همتی من چون سری قبل توضیح دادم معذرتون، لازم هم نیست دیگه هم نمیگم. اگر بنا باشه ماها کاندیدای پوششی باشیم، جناب علی کاندید روکشی هستی که اومدی روکش کنی 8 سال فاجعه ملت رو که بر سر ملت آوردن
بعدم من با عدد و رقم اینا داشتن جرواجر میکردن خودشونو که رئیسی بیادا، اینا داشتن خودشونو پاره میکردن اینجوری چپ و راست میکردن که رئیسی بیادا. بعد رئیسی اومد دلار یورو چقدر الان یورو داره میره بالای 9,000 تومان. شما که پاره کردید خودتونو. اون یارو رضایی محسن رضایی میگه من دکترای اقتصاد دارم، من تخصص دارم تو این اصلا من میام یورو دلار میشه 2000 مفت. اصلا برید اشغال کنید تو خارج از کشور، یورو دلار داره جر میده خوش میره بالا. شما همون کسایی بودید که نزدیک انتخابات به مردم وعده و وعید دروغ دادید. ببینید ما ثابت میکنم جرئت که ندارید بیاید مناظره کنی با ما، با اون کسایی که یادتون میدن که این حرفا رو بزنید، بگید که در واقع دست‌های پشت صحنه‌شون رو شما نمیخواد مشت کسی رو وا کنید، ما مشتشون رو باز خواهیم کرد. لذا به اعتقاد بنده ایجاد یک سرانه مناسب و بالا برای ورزش همگانی و توسعه باشگاهداری و فعالیت در عرصه ورزش در کف قاعده هرم اجتماعی امکانی رو ایجاد میکنه. بله ایشون با پوشش اومدن و شدن کاندیدای مورد خودشون، شدن حامی رئیسی و کشیدن کنار و رئیسی هم بهش گفت بیا من برای بچه شورای شهر و سایر جاها هم برات راضی میکنم که یه پستی هم به تو بدن نمیری از گشنگی. مدعی در نظام تبلیغی غرب که هزاران جنایت رو داره انجام میده، او به فکر زن ماست، به فکر زندگی ماست، به فکر آزادی ماست، او به فکر اینهاست. نکنه شما هستی دیگه جوابی نداشت بده دیگه. میگه به فکر زن زندگی، میگه نه نکنه شما هستید. راستم میگه، شما همچین حق رو به مردم میدی. داره جلوتر هم میگه دیگه، موضوعات رو هم میپردازیم. مردم خانوما رو میذارن بره استادیوم، خانوما میتونن حق برابری داشته باشن. اون زنه که رفته بود تو قطر میگه وای اینطوری میکرد، میگه ما تو ایران آزادی داریم، زنا برابری دارن. پشمک تو از ایران میخواستی خارج بشی بعد از شوهرت اجازه میگرفتی، تو همون ایران نمیتونی بری استادیوم، رفتی قطر داری میری استادیوم. اینا یه دروغایی میگن که خودشون هم باورشون میشه. ببین بقیه صحبتش چی بوده. کی مدعی در نظام تبلیغی غرب که هزاران جنایت. آره این که صحبتش اینجا بود که صحبت کرد و چیزا بشینم، یعنی این صحبتاشون رو در بیارم تحلیل و آنالیز براتون بکنم، میشه کلی ازش دروغ در آورد. ببین اصلا این مردم البته خودشون آگاه شدن ها. ببین این خانم رفته پشت تریبون قشنگ توی 1 دقیقه میشوره میذاره کنار زاکانی رو. مجلسی هستید که به عنوان پاداشی برای حضور پوششی در مناظرات و حتی پیران بین شهرداری و وزارت بهداشت مخیر شده و شهرداری را انتخاب کردید. آن در حالتی که مدرک تحصیلی مرتبطی نداشتید و حتی تمام ترم‌های تحصیلی را بدون مشروطی نگذرانده بودید. شما مثالی از نتیجه حاکمیت هستید که در اوج خیانت به شایسته سالاری مدیران کم سواد و نالایق را به مصلحت نشانده و نخبگانش را از خود می‌راند. نخبگانی که خود در فضای کشور جایی برای خود نیافته مجبور به ترک کشور می‌شوند که بعد آن مجبور می‌شوید با افزایش هزینه‌های مهاجرت فرآیند خروج آنها را کند کنید. پس خودتان بهتر می‌دانید چه ساخته‌اید که مجازات افراد ماندن در این کشور ممنوع الخروجیشان و دشوار کردن. راستم میگه یه مملکتی درست کردن گل و بلبل که بزرگترین و بیشترین پاداشی که به بچه‌ها برای بچه‌شون میدن میگن آقا حق ندارید برید خارج از کشور. بعد جالبه این خانم گفته بود که شما همه ترماتون مشروط شده بودید، اون ساندیسیا و افراد دلبسته و وابسته بکنید. این چی جواب داده بودن؟ بله استیون جابز و بیل گیتس و نمیدونم مارک زاکربرگ اونا هم دانشگاه رو ترک کرده بودن، آدم‌های بی‌سوادی، نظرشون بود که تحصیلات نکرده بودن ولی تونستن این شبکه‌ها رو درست بکنن. پشمک تو اونا رو با زاکانی مقایسه می‌کنی که جانبازیش رو هم با راند و لابی گرفته. این جایگاهی که الان داره رو بالا تو لابی داره، یعنی بر اساس شایسته سالاری یا چیزای دیگه بود الان باید یه کار دیگه می‌کرد. من نمیفهمم ماسمالی بکنن یه قضیه رو چقدر شیک و مجلسی ماسمالی میکنن. بگذاریم. این اصل ویدیو این بود که آقای
رئیسی قیمت شیشه رو هم داره، قیمت روز هم داره، قیمت روز استرالیا رو هم فکر کنم داره چون مبلغ بالا گفت و گفت بعد 1 ساعت کار بکنن. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون.